خدا قوت عرض میکنیم به همه حضرات دوستان در مجموعه دولت 14، چه مدیران فعال چه کارکنان فعال، به خصوص اون دستگاه هایی که در این آزمون 12 روزه نقش آفریدند که جناب آقای دکتر پزشکیان اشاره کردند، وزارت بهداشت و بعضی از نقاط دیگر. اینها اطلاع داریم، ما هم اطلاع داریم که در این 12 روز با فداکاری به معنای واقعی کلمه نقش آفرینی کردند. از همشون تشکر میکنم. تشکر ویژه میکنم از رئیس جمهور محترم به خاطر کار متراکم و مفیدی که ایشون انجام میدن. اینجور کار کردن و با این انگیزه ها کار کردن و با این روحیه کار کردن همون چیزی که کشور بهش نیاز داره. از جمله این سفر اخیرشون به چین سفر بسیار خوبی بود و زمینه است، نمیگم بالفعل بالقوه، زمینه است برای حوادث بزرگ مورد نیاز کشورمون، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی. یه زمینه این چنینی ایشون با این سفر به وجود آوردند. خوشبختانه دستاوردهایی داشته و بایستی پیگیری بشه انشاءالله.